الرحیم الحمد لله و صلات و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. عزیزان، قصه مولانا نصرالدین و بچهش هممون میدونیمش که مولانا نصرالدین با بچهش سوار الاغی داشتن از جایی میرفتن. مولا سوار بود، بچه پیاده. وقتی به جایی رسیدن مردم گفتن اوه پیرمرده خجالت نمیکشه خودش سوار، این پسر بچه بیچاره پیاده. بعد مولا خجالت کشید، از الاغ اومد پایین، پسرها رو سوار کرد، گذشتن کوچه ای، مردم سر کوچه ای خجالت نمیکشه پسر بچه بی تربیت سوار و مولا پیاده. پسر بچه اومد پایین شد که چیکار باید کنیم. هر دوتا سوار شدن، یکی دید این مولا رو ببین که این همه میگه که باید رحم و شفقت داشته باشید به حیوانات، خودش خجالت نمیکشه با پسرش دوتا نمیدونم چی سوار الاغ شدن. الاغ بدبخت بیچاره به این وضع حال پیاده شدن، راه رو ادامه دادن. دیدشون مردم گفتن این دیوونا رو ببین، الاغ واسه چیه؟ پس شما اگه میخواید پیاده برید این الاغ رو چرا واسه خودتون برداشتید؟ آخرش اومدن مجبور شدن که الاغ رو خودشون سوار کنند و برند. این قصه ما رو به این نقطه رو به ما یادآور میکنه که ما باید خودمون باشیم، یک شناختی واسه خودمون داشته باشیم. عزیزانی که در داخل کشور هستن، در خارج هستن، در محیط اسلامی هستن، در محیط، باید خانواده خودتون یه شناختی داشته باشه. یه شناخت دینی برای خانوادهتون داشته باشید، یک شناخت اخلاقی داشته باشید، یک شناخت هویتی که ما کی هستیم، که ما چرا همیشه حرف دیگران ما رو بچرخونه، ما چرا خودمون رو مدیریت نکنیم، چرا لباسی که میپوشیم به خاطر چشم مردم باشه، کفشی که میپوشیم به خاطر چشم مردم باشه، خونه‌مون رو چطور دکوراسیونش رو تغییر میدیم به خاطر چشم مردم، کجا زندگی کنیم، چگونه زندگی کنیم، چگونه بخوریم، چگونه بریم، چگونه حرکت کنیم، چگونه نمیدونم، همه به خاطر چی؟ به خاطر چشم مردم. اینجاست که دیگه انسان هویت خودش رو از دست داده. انسان خودباخته. انسان خودباخته چیه؟ اون کسیه که هر جایی که میره همون رنگ و رو رو به خودش میگیره. اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وقتی میان پیش مسلمونا میگن که ما مسلمونیم، وقتی میرن پیش کافرها میگن انا معکم، ما با شماییم، انا كنا مستهزئین، ما داشتیم مسخره میکردیم، ما داشتیم شوخی میکردیم. اینی که هر جایی که میره همون رنگ رو به خودش میگیره، هر جایی که حرکت میکنه، در هر فضایی که میگیره همون رنگ و رو به خودش میگیره. اینها همون انسانهای خودباخته اند، انسانهایی که اعتماد به نفس ندارن، خودشون رو باختن. ما ماسکه های مختلفی داریم. بله، رابطه من، شیوه برخورد من با مدیرم غیر از شیوه برخورد من با پسرم هست، غیر از شیوه برخورد من با همسایه هست، غیر از شیوه برخورد من با هم اتاقیم هست، با امام مسجد هست، با رفیق هست. ما شیوه های مختلف برخورد بنا به موقعیت های مختلف اشخاص، بنا به شیوه بیان احترامات، بنا به نوعیت شخصیتی افراد ما برخوردهای مختلف داریم. بله، این برخوردهای مختلف غیر از اون هویت شخصیتی من هست. وقتی که من هویت شخصیتی خودم رو مشخص کردم، وقتی که مردم میدونند که من اجازه نمیدم در حیطه سلطه من، در جایی که من قرار دارم، گناه سرزنش سرپیچی از قوانین الله متعال باشه، پس اینجا پسر هم میدونه که نباید تو خونه‌ای که پدر هست مرتکب گناه بشه، همسر هم میدونه، همسایه هم میدونه، دوستی هم که میاد میدونه که این خونه یک هویت خاص خودش داره. تو این خونه مشروبات الکلی نیست، تو این خونه سیگار ممنوعه، تو این خونه نوشابه های گازی ممنوعه، تو این خونه قلیون ممنوعه، تو این خونه غیبت کردن ممنوعه، تو در حضور فلان شخص ما نمیتونیم غیبت کنیم، نمیتونیم بد بگیم، نمیتونیم چاپلوسی کنیم، نمیتونیم سخنچینی بکنیم. چرا؟ چون که اون فرد هویت شخصیتی رو برای خودش به جامعه قبولونده و این هویت شخصی در واقع هویتی است که بهش باید افتخار بکنیم. این خودمون رو، شخصیت خودمون رو، ارزش‌های خودمون رو محکم به آغوش بگیریم و با افتخار به همه نشون بدیم که ما کی هستیم، هویت شخصیتیمون چی هست، و تا دیگران هم برای ما ارزش قائل باشن و خودمون هم ارزش خودمون رو بدونیم.